نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه الداعي إلى دين قويم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. از الله بسیار بسیار مهربان دعاگو هستم که توفیقای ما و شما را میل و خواهش و محبت های ما و شما را به سوی ذات خودش، به سوی دین خودش، به سوی پیامبر نازنینش باز هم زیاد گرداند. از الله بسیار توانا و بزرگ دعاگو هستم که خطاهای ما و شما، کمبودی های ما و شما را الله ذوالجلال بخشیده گرداند و از الله بسیار بزرگ و یکه و یگانه دعاگو هستم که عبادت هایی را که انجام میتیم به درگاهش مقبول گردانه و به سبب این طاعت و عبادت هامان درجه های ما و شما را، مقام های ما و شما را در آخرت بلند بگردانه. از خداوند دعاگو هستم که حاجتمندها، حاجت طلبهایی که باشند حاجتاشون الله مهربان برآورده گردانیم. بی فرزندها را خدای مهربان صاحب فرزند گردانیم. قرضدارها را الله مهربان از قرضهاشون خلاص گردانیم. زندانی ها را خدای مهربان صحت و سلامت از زندان ها خلاص گردانی و باز به یک زندگی آسوده و آسایشته رسانیشان. مهاجرهای ما، برادرایی که از دیار ما دنبال هر یک مهنت و زحمت و کار و فعالیتن، خداوند سفرهاشون مبارک و بخیر بگردانی و الله مهربان گذشتگان ما را رحمت و مغفرت کنی، بیماری هامون شفای کامل نصیب گردانی و بندگانی که همیشه انتظاری میکشند که صحبت را شنوند، گوش کنند، الله مهربان برای گوش کننده ها، برای محبان این درس، این ساعت ذکر، این ساعت امر به معروف که پاداش ها و اجرهای بزرگی را وعده کردی، خداوندا نصیبشان بگردانی. عزیزای خدا میگفتن یک نفس در صحبت مرد خدا بهتر از 100 ساله طاعت بارها. الله مهربان دعا میکنیم که این گفته عزیزای خدا را که از دین تو بر ما بارشته نظم در آورده و ما را گوشزد میکنن، الله مهربان از این همه ما را با نصیب بگردانی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
و تب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. برادران عزیز و گرامی، الحال پیش من همین سحر 105 سوال نویسنده آوردند. من از همه شما معذرت میخواهم به خاطر آنکه بیشتری وقت مشغولیت های دارم، راستی هم مشغولیت دینی و هم مشغولیت دنیوی. از این لحاظ من دوست می داشتم که روزها در همین خانه باشم و برای شما همه سوالها را در یک روز جوابم گردانم. اگر چنده که این ممکن این قدرت و این قوت را هم که نداشته باشم، لیکن باینده با تنفس ممکن است که در یک روز 2 روز من جواب این سوالهای شما را گردانم. ولی باز هم تکرارم که شود، بعضی مشغولیت ها گفتم زندگی هست، تکاپوی زندگی بسیار زیاد است. گفتی عزیزای خدا زندگی آینه را محتاج خاکستر کند. از این لحاظ من احیانا برای شما وقت میابم و باز در این سوال های شما جواب میگردانم. برادران عزیز و گرامی، یک سوال همین وقتهای آخر بینهایت چی با طریق همون SMS میگیم، چی با طریق گفتگوی تلفنی، بسیار میپرسند که حاجی بابا در اطراف الله در کجاست؟ از زمانی که میگه شما جواب بر بعضی نفرهایی که اونها برای الله مکان قائل بودن و میگفتند که الله در عرش است یا بالای عرش است یا در عرش قرار گرفته است، ما که به اونها جواب گردانیدیم از مفسرای گرامی، از ائمه چهارگانه، وقتی که ما جواب میگردانیدیم، در حقیقت من وقتی اینترنت هم میکشایم از تمام دنیا همون نفرهایی که اعتقادشون بر همین است که الله مکان دارد، چی نوارهای را تیار میکنند در برابر من میگذارند. بعد یک عالم از عربستان میمانند، یک عالم از افغانستان میمانند، یک عالم دیگرش از خورستان میمانند که اونها بیان میکنند که هر کسی که گوید خداوند منزه از مکان است، یعنی به مکان نیاز ندارد، اینها جاهلند، اینها بی علمند، حتی به کلمه کفر میبرند. ولی برادران عزیز و گرامی، من به همه شما مراجعت میکنم، شما دانسته باشین که اگر بسیار دغلی بد نشود، اگر کور نباشین، من کتابهایی را که برای شما میخوانم یا آیتهایی را که من برای شما معنی میکنم، شما مراجعت کنین بر همون آیتها، بر همون کتابها. و اگر به شرط کر نباشید، من هر یک سخنی را که میگویم ادرسی او را میگم که کی برای ما این سخن گفته است. از این لحاظ اگر تمامی
همون نفرهایی را که شما نام میگیرین، چه از ابن تیمیه باشد، چه از مولانا عبدالقدوس باشد، چه از کسی نباشد، برادر عزیز و گرامی، همه اینها را جمع کنین، خاک پای امام ابو حنیفه نمی شود، خاک پای حضرت امام شافعی نمی شود، خاک پای این مفسرهایی که ما و شما داریم، چی جناب گویم ابن کثیر و چی جناب بیضاوی و چی جناب وهبه زهیلی و چی ابن حمام و که در تفسیرهاشون بیانهای زیبا کردن، همون آیتهایی را که شما دلیل میارین، اینها خاک پای اینها نمی شود. برای همین حاجت نیست برادران عزیز که کسی را میارین نمیارین، ما در همون اعتقاد خودمان که الله مهربان منزه از مکان است، الله مهربان نیاز به مکان ندارد. این است برادران عزیز و گرامی، شما دانین که عقیده من شخصا و عقیده گویم نفرهایی که پیروی از مذهب امام ابو حنیفه میکنن، ولی من نفرهایی را با در اینجا برای شما نام میگیرم، همین است که الله مهربان با علمش، با قدرتش، با خبرش در همه جا هست. از این لحاظ شما مهنت بسیار نکنید، زحمت بسیار هم نکشید. من انشاءالله گمانم همین است که شما امروز پیروای مذهب ابو حنیفه را که 1300 1400 سال شد پیروی از این مذهب میکنند، شما با این دو سه نفری که گویم دلیل میارن و حجت میارن، با این نمیتوانین که عقیده اینها را شما دزدی کنین. شما نمیتونین که در ذهن اینها یگان فهم دیگر را جای کنین. انشاءالله از خدا امید است. برای همین ما دیده که شما را ملامت نمیکنیم، دیدین که ما شما را مثال خیلی که شما گمراه میگین، جاهل میگین، مثال کافر میگین، ما این گناه نمیکنیم که ما رنگ شما بی ادب نیستیم که ما رنگ شما مقصد دل سیاه و نیت بد نداریم که. برای همین شما هم مردک شوین برادرای عزیز، شما هم آن چیزی را که عزیزای خدا گفتن اینجا وقتی شما میگین که آن چیزی را که من میگویم که الله منزه از مکان، به مکان نیاز ندارد، شما در راست من نه، در راست تمام پیروای ابو حنیفه، خود حضرت امام ابو حنیفه و جمعی مفسرها را شما تحقیر دارین، شما اینها را جاهل میگین، شما اینها را اهل بدعت و کفر در مثال میخوانین، اینها را میگین، ما را نه. ولی مادامی که مقصد از بی‌ادبی شما و از نامردی شما که من آگاهی دارم، زین خاطر من هیچ وقت برادر عزیز ای شما خفه نمیشم. برای همین شما گوش کنین که مراد از اینه که آیا الله مکان دارد یا ندارد، این شما از قول علما گوش کنین که چی میگن. برادران عزیز و گرامی، اکثرا دلیل هایی را که ببینین در از زبان همون استازاشون بگیم پیراشون میارن، الرحمن علی العرش استوا، صدق الله العظیم. از این سوره مبارکه، از این آیت مبارکه استدلال میکنن که الرحمن علی العرش استوا، یعنی اینها چی میگن؟ اینها میگن که این آیت، این حجت که خداوند بر عرش ببینین قرار گرفت. ولی ما برادران عزیز
میگوییم که این آیت این معنا را ندارد. این را من نمیگویم، باز حاضر میخوانم برای شما. یعنی اینجا گپ در سر همون کلمه استوا می رود. میفهمین؟ ببینین گپ همه جنجال و همه برادرای عزیز این اختلاف ها سر کلمه استوا. از این لحاظ استوا را برادرای عزیز اینجا من برای شما ببینین. قال الامام شافعی، جناب امام شافعی برادران عزیز که شما میدانید که من حتی هفته گذشته گفته بودم که ای جناب امام بخاری سرکردگی همین 6 کتاب مشهوری که داریم، جناب امام مسلم، ببینین ابو داود، نسائی، ابن ماجه، اینها هم همین 6 کتاب مشهور و معروفی که ما داریم، همه اینا پیروای مذهب امام شافعی هستند. اگه شما برادرها بها تین که یعنی وقتی اینها همچون یک شاگردای امام شافعی هستند، خود امام شافعی در گرد کلمه استوا چی میگه؟ همین استوایی را که اینها میگن که معناش همین است که خدا در عرش قرار گرفت، همین را آیا امام شافعی هم عقیده امینا را دارد، اعتقاد امینا را دارد؟ میگد که قال امام شافعی هذه الآیه ای ثم استوى علی العرش، یعنی همین آیت، یعنی آیتی که ثم استوى علی العرش که خداوند در عرش قرار گرفت، همین آیتی را که اینها میگن من المتشابهه، میگه این از آیت های متشابهات های. یعنی در کجا گفته است میره؟ در فقه اکبرش، امام شافعی در کتاب فقه اکبرش گفته است که همین کلمه استوا از چی است؟ از آیات های متشابهات. برادرای عزیز، آیات های متشابهات یعنی چی؟ من برای شما عادی کرده ساده کرده فهمونم. میگه در قرآن عظیم الشان، در قرآن عظیم و احادیث های پیامبرمان یک عده، یک چند آیت یا چندین حدیث های در وصف الله مهربان وارد شدگی است که ظاهرا مشابهات خالق را به مخلوق افاده میکند. یعنی آن آیات و احادیث صفت را برای الله اثبات میکند که از نظر لفظ شبیه و شریک و هم لفظی بین که هم لفظی صفت انسان است. یعنی آیت ها و حدیث های هست برادران عزیز و گرامی که در وصف الله میگن، در وصف الله وارد شدگیان. اگه ظاهری همون آیت ببینی میگه، ظاهری آیت ببینی، ظاهری آیت میگه یا ظاهری همون حدیثی را که آمده است در وصف الله مهربان، میگه شبیه مخلوق داره. مثل که در قرآن آیت های الوجه آمده است. وجه فتا رویا میگن. ولی بین در سوره الرحمن الله میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الرحمن کل من علیها فان و یبقى وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. الله چی گفت در همین آیت؟ میگه همه آنچه در دنیاست همه نابود میشود و یبقى و باقی میماند چی؟ وجه ربک. وجه این کلمه عربی است، با تاجیکی خودمان روی میشود. بین و باقی میماند، ظاهری آیت اگر بگیری باقی میماند روی خدا. آیا ما میتونیم در یگان جا معنا کنیم که
باقی میموند روی خدا. نه برادر عزیز، همین نفرهایی که دعوا میکنن کلمه استوا را به معنای قرار گرفتن میکنن، همه را پرس که همین وجهی که در همین آیت این از سوره الرحمن آمده است، همین را چی میگن؟ روی خدا میگن؟ نمیگن، زیرا این را آیت متشابهات میگن. یعنی بین که بعضی از همون آیت هایی که در وصف الله وارد شده است شبیه مخلوق داره، یعنی روی در مخلوق هم هست، لیکن اینجا میگن که نه، اینجا مقصد ذات خداه. همه آنچه در عالم است نابود می شود مگر ذات الله باقی میماند. ببین در اینجا معنا، یعنی آیت ظاهرا روی بود، وجه بود، نه که تعویلش میکنن. تعویل چیه؟ تعویل یعنی معنای دیگر کردن. همین آیت های متشابهات باید تعویل شود. مثل که الحال این ما تعویل کردیم و یبقا وجهه را ذات اقدس الهی گفتیم، نگفتیم روی خدا باقی میموند، گفتیم ذات الله باقی میموند. انا را میگن آیت های متشابهات و اینها تعویل یعنی معنای دیگر کرده میشود. ببینید حدیث دیگر داریم، حضرت عبدالله ابن عمرو میارش، جناب امام مسلم میاره، میگه این قلوب بنی آدم کلها بین اصبعین من اصابع الرحمن. پیامبر ما چی میگه؟ همه دل فرزند آدم در بین انگشت الله میباشد. انگشت، اصبعین، ببین دو انگشت گوییم، دو انگشت الله، یا در بین انگشتان الله، من اصابع الرحمن، در بین انگشتان رحمان است. که قلب واحد، در بین، اگر ما خیلی کنیم انگشت، این غلطه. ما حتی با انگشت وقتی درباره انگشت گپ میزنیم، انگشت خود ما نباید میگه اشاره نکنیم، زیرا که خدای مهربان چی گفتگی است؟ الله مهربان گفت لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. سوره شورا آیت 11 خدا میگه که هیچ چیز همانند من نیست. وقتی روی میگن کیفیت او را شما معنا نکنین، یعنی کیفیتش مجهوله. روی یعنی چی؟ الله میداند، کیفیت چه الله میداند. ببین بین انگشتان الله میگیم، نمیشود بگیم که بین انگشتامون نشان تیم. که همه را پرسین که وقتی گپ در سر انگشت الله میروه معناش چیه؟ اگر بگن انگشت نمی انگشت، یارا اهل مشبهه و مجسمه میگن. برادرای عزیز، انمی نفرهایی که امروز خداوند در عرش میدانند یا از گروه مشبهه، ببینین مشبهه و مجسمه، یعنی خدا را شبیه مخلوق میدانند و همچنان مجسمه که خداوند جسم قائلند. اینها یک گروه مشبهه و مجسمه یکی از گروه های بسیار گویم خطرناک و اینها را بسیار ناسزای زیاد گفتگیان. در حق این گروه ها بسیار ناسزای زیاد گفتگیان. اینا بسیار اشتباه و خطا و گویم بسیار جرم کلان در دین کردن که خداوند شبیه مخلوق کردن، همانند مخلوقش کردن، خداوند الله را به جسم قائل شدن. میگه در بین انگشتان رحمان مثل یک قلب واحد، مثل یک دل همه بندگان در بین انگشتان الله مثل یک دل است. بعد میگه یصرفه حیث یشاء، ببین دیگرگون میکند این دلها را هر جانبی که الله بخواهد. وقتی پیامبرمون میگه این حدیث گفتن اللهم مصرف القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، گفت ای برگرداننده دلها، ای دیگرگون کننده دلها، قلب مرا همیشه در راه دینت ثابت قدم یا استوار نگه بدار.
بین برادرای عزیز، اینها را میگن آیت‌های متشابهات، مثل که کلمه ضحک آمده است، خندیدن. ما در حدیث داریم که الله مهربان به حال دو نفر میخندد. آیا می خنده ای که مخلوق است امینه؟ نه. چندین حدیث آمده است، آیت ها آمده است، الله شاد می شود. آیا مثل شاد شدن مخلوق؟ نه. الله غضب میکند. آیا مثل غضب مخلوق شد؟ نه. برای همین برادر عزیز، همین کلمه استوا هم شما دانین که معنای استوا معنای چند معنا میتد. بین در لغت عرب برادر عزیز، در لغت عرب معنای استوا را چی میگیرد؟ میگه در لغت عرب فعل استوا یعنی وقتی با حرف علا میگه، ببین اینجا در الرحمن علی العرش استوا، یعنی کلمه علا آمدگی است. میگه در فعل در لغت عرب ها میگن ایرا، میگن وقتی که اگر کلمه علا در استوا اگر به شرط یک جای بیایند، میگه ببین چند معنا میگیره. یک معناش استقره به معنای قرار گرفت، یک معناش تملکه به معنای مالک شدن، ببین یک معنای دیگرش استولا به معنای حکم فرما و مالک شد، یک معنای دیگرش علا و ارتفع بلند شد، بالا شد، برتر شد. انا این است برادرای عزیز معناهایی که مقصد در گرد یک کلمه استوا. شما اینقدر حاضریت در معلومات بگیرین که این از آیت های متشابهات است و تعویل می شود، یعنی معناش تغییر پذیر است. چگونه که ما معناهای روی، معناهای انگشت، معناهای غضب، معناهای خرسندی، معناهای شاد شدن خدا، همه اینها را کیفیت الله میدانه. یارن شاد شدن و غضب شدنش مثل مخلوقش نیست، زیرا الله آیت در گفت که لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. خداوند شنوا و بینا هست، ولی به هیچ چیز الله را مانند کردن، تشبیه دادن، شبیه هیچ چیزی کردن، این برادر عزیز ممکن نیست. انا که بیایم برادر عزیز در کتاب عقیده میبینیم، میگه خب در زبان عربی میگه استوا 5 معنی دارد. ببینید در 5 آیت برادرای عزیز شما خانه نکو خوب اهمیت بتین. من 5 آیت از قرآن آیتاشا میخوانم، همین کلمه استوا، ولی در 7 جای قرآن است. در 7 جا 7 معنا آمدگی. مثال نگیریم. یکم آیت سوره هود آیت 44 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و استوت علی الجودی. انا که این درباره برادر عزیز کشتی حضرت نوح می رود. خداوند گفت که وقتی که الله امر کرد زمینه که آب مقصد به خودت بگیر، یعنی چخیلی که آب ایتاری تدریجان میده میده آب زمین میکشش، نه یک باره گفت مقصد فروش بر، چخیلی که آدم آب می نوشه زمین امر کرد در آب فرو بر، آب فرو برد. کشتی میگه قرار گرفت. انا که اینجا ببین در اینجا معنای استوا در آیت سوره هود آیت 44 به معنای قرار گرفت. کشتی حضرت نوح وقتی که آب از زمین فرو که برد، طوفان که تمام شد، کشتی قرار گرفت. اینجا به معنای قرار گرفتن. میاییم آیت از سوره فصلت آیت 11 میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ثم استوى الى السماء و هی دخان. برادر اینجا کلمه استوا آمد. اینجا چی معنی داره؟ میگه وقتی که
علای مهربان آسمان به این شکلی که حاضر هست نه، حاضر میبینیم آسمان بالاش پر از ستاره ها و با چیزهایی که در همه آسمان باشه و همش خدا علمش میدانه. میگه که این اول آسمان نبود و هی دخان، خدا میگه یک دود بود. دود نمی یک چیزا که میسوزی دود دارد کو، همین آسمان میگه به شکل دود بود. انا که اینجا دا بین خداوند پیش از آنه که ای را به طریق همین دوده به همین آسمان، به همین آسمان امروزه به همین شکل کنش، میگه ثم استوی. اینجا دا به معنای قصد کرد و اراده کرد، یعنی اراده خدا و قصد خدا بین و این بود که من باید این دود را به همین آسمان، با همین شکل آسمان بگردانم. اینجا به معنای قصد و اراده آمد. سوره قصص آیت 14 اینجا هم کلمه استوا ولما بلغ اشده و استوى آتیناه حکما و علما. ببینین یعنی اینجا چی بود؟ اینجا گپ در سر حضرت موسی می رود. خدای مهربان میگه که وقتی که ولما بلغ، وقتی که حضرت موسی یعنی عمرش علاکه اشده یعنی عمرش علاکه بسینی بگیم که چی بگیم، یعنی وقتی که بسینی از 18 تا 30 را میگن و وقتی که حضرت موسی به همین سین رسید میگه اینجا در معنای کامل شدن و استوا، عقلش کامل شید. یعنی وقتی که حضرت موسی را بگیم عمرش به 40 که رسید، وقتی که عمرش به 40 رسید و استوا، اینجا میگه کامل شد عقلش. اینجا کلمه استوا به معنای بین کامل شدن عقل حضرت موسی آمد. این سوره قصص بود آیت 14. بعد سوره طه آیت 5 که بیشتر همین را دلیل میارن، میگن که الرحمن علی العرش استوى، یعنی چی؟ خدای مهربان بر عرش بلند شد، بالا شد. اینجا دا بین با معنای علا و ارتفاع را گرفت. دیدین برادر عزیز، در همین آیت هایی که من خواندم، اینا 1 آیت 2 آیت 3 آیت، بینین اینا 4 آیت، باز در اینجا آیت های دیگر هم دیدم که حتی در سوره مبارکه فاطر آیت 19 لا یستوی الاعمی والبصیر، اینجا دمی کلمه استوا اینجا با برابر نیست آدم نابینا با بینا. باز اینجا آیت سوره نجم آیت 6 فاستوى و هو بالافق الاعلی، اینجا دبین فاستوا را به معنای سپس راست شد و ایستاد، اینجا با معنای دیگر گرفت. برای همین در هر یک کلمه استوا برادرای عزیز و گرامی معناهای دیگر ایستادگی است. هر یک کلمه استوا معنای مثال دیگری دارد. این نمی شود برادرای عزیز که ما در حال همچون یک معنای مقصد استقرار را بگیم قرار گرفت. دیدین که در 5 آیت 5 معنا میتن. و برادران دانید که یعنی بالا و بلند و برتر است و دیگری بلند شد میگه و برآمد. علما معنای اول را یعنی بالا شد و برتر شد میگه ایره به علو مقامی و معنوی. برادران خوب اهمیت این بسیار مهمه. یعنی مقامی چی بوده است؟ ایره میگه که علو مقامی و معنویش میگن و معنای ثانی را بعد یعنی علو مکانی و حسی، لیکن گپ در سر همین علو مقامی و معنوی میراد. یعنی بالا و بلند شد بر
مثل بلند شدن، یعنی وقتی که ما میگیم الله بالا شد و بلند شد، مثل یک پادشاه میگه یا سلطان بر رعیت خیش. اینجا یعنی علو مقامی است. مثال برادر عزیز، شما بینین بسیاری از مردم در همین بسیاری از مردم اگر دیده باشین چی میگن؟ میگن که دعا میکنن که ای خدای مهربان همین بالای سر ما باشی. دیدین؟ یعنی بالای سر ما باشی معناش در بالای سر مردم نشسته نیست. بالای سر ما باشی یعنی معناشون قائلی به یک مقام تن، به یک مرتبه تن که خدای مقام و مرتبه را به تو داده اگه بالای سر ما خدا نگه بداره. برای همین وقتی که کلمه سری بالا می رود و بلند می رود، ایرا علوی مقامی ما میگیم، نه علوی مکانی. یک آیت دیگر هم برادر عزیز من برای شما معنا کنم، بعدا انشاءالله در اینجا صحبت قد میکنیم. یک آیت دیگر هم بسیار معنا میکنند. این تفسیر انوار القرآن است. برادران دانید که انوار القرآن از سه تفسیر عبارت است. یکی فتح القدیر از جناب امام شوکانی، یکی ابن کثیر دمشقی، ببین تفسیر ابن کثیر دمشقی که معروف و مشهوره، سوم ای تفسیر منیر از وهبه زهیلی. سه تفسیر در همین کتاب انوار القرآن جمع شده. یک آیت بسیار دلیل میارن که این هم میگد به عرش بودن خدا های. من برای شما ای سوره ملک تبارک الذی بیده الملک میخونیم. آیت 16 اامنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا هی تمور. ببین معنای آیت اگر ظاهر شبینیم، ظاهری آیت میگه آیا از آن کسی که در آسمان است امین شده ای که شما را در زمین فرو برد. یعنی ببین معناش اگه تفسیر انوار القرآن ای سه تفسیر چی معنا کن؟ میگه او خداوند است، زیرا اعراب عربها بر این باور بودن که حق تعالی در آسمان می باشد. باور عربا میگه به همین بود که خدا در آسمان است. آره آیا امین شده اید از اینکه شما را مانند قارون در زمین فرو برد بعد از آنی که زمین را برایتون رام گردانید. ظاهر ببین، ظاهری آیت آیا از کسی که در آسمان است از اون مقصد در امین شده اید؟ مقصد از او یگان ترسی ندارین از او خدایی که در آسمان است. دوامی آیت ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاسبا فستعلمون کیف نذیر. آیت 17 هم یمی سوره. آیا از کسی که در آسمان است امین شده اید که بر شما حاسب بفرستد؟ حاسبش برادر همین سنگ هایی که به قوم لوط فرستاد و سنگ هایی را که اصحاب فیل وقتی آمدن کعبه را چپه کردند، خداوند پرنده را روان کرد و سنگ ها قد سنگ بارانشون کرد. میگه خدای مهربان اینجا آمد آیا از کسی که در آسمان است امین شده اید که بر سر شما شاید سنگ را روان کند؟ انا که در تفسیر برادران ببینید مفسران میگه، مفسران در معنی اامنتم من فی السماء آیا از کسی که در آسمان است امین شده اید چی گفتن؟ گپشون را گوش کنید. یعنی آیا از خداوند امین شده اید که قدرت او در آسمان نافذ است، نه قدرت بتانی که شما در زمین میپرستید. یعنی از اللهی که نمیگه از خدایی که در آسمان است، از اللهی که قدرتش، ببین از اللهی که قدرت او در آسمان حکم فرماست. این خیلی معنا میکنه. با علم این خداوند هم در آسمان هم در زمین است. ببین میگه با علم، با اینکه الله هم در آسمان و هم در زمین است، چنانه که میفرماید آیت قرآن گوش کنید و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله و هو الحکیم العلیم.
این سوره زخرف آیتی برادر عزیز آیتی 84 خداوند چی گفت؟ اوست آن که در آسمان خداست و در زمین خداست و اوست فرزانه و دانا. یعنی این الله هم در آسمان ای و هم در زمین ای. برادر عزیز هم در آسمان میگه و هم در زمین است و این الله بسیار ذاتی داناست. این هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. امام رازی چی میگه؟ امام رازی در رد به فرقه مشبهه، خیلی که من مشبهه مجسمه گفتم، ببین در رد اینها در مقابل اینها امام رازی که مفسر قرآن چی میگه؟ با استناد به این آیت اامنتم من فی السما بر اثبات مکان برای خداوند متعال استدلال کردن، میگویند که حمل این آیت بر ظاهر آن با اتفاق مسلمین امکان ندارد. امام رازی گفته است که اگر کسی همین را دلیل بیارد که همین آیت که الله در آسمان است، میگه با اتفاق جمعی مسلمان ها این سخن شما میگه نادرسته. ایرا امام رازی میگه، ایرا حاجی میرزا نمیگه. زیرا این امری که خدای عزوجل در آسمان باشد مقتضای آن است که آسمان از تمام جوانب با او محیط باشد. پس پس این که ببین چی میگه؟ میگه وقتی که اگر شما خداوند در آسمان قائل باشید، پس اینجا در بسیار یک عقیده خطرناک پیدا می شود. خداوند هیچ چیز فرا گرفته نمیتونه. پس میگه معناش همین است که یعنی خداوند از آسمان خورتر بوده است که ببین در آسمان جای گرفته است و دیگر اینکه آسمان از عرش بزرگتر و عرش از آسمان کوچکتر بوده است، حالا که عرش بزرگترین مخلوق است. وقتی میگه شما که بگین الله در آسمان است، شما بر الله محیط قائل میشید، حالا که خداوند هیچ چیز فرا نمیگیره. یعنی گفتن یعنی خداوند جهت ششگانه فرا گرفته نمیتونه، راست چپ تار پایان، ببین اینها خداوند فرا گرفته نمیتونه. زلیاز وقتی که آدم خدا را در آسمان قائل شد میگه، یعنی امام رازی میگه آسمان از خدا بزرگتر بوده که ببین نعوذ بالله الله مثال خورتر بوده است که آسمان او را برده است و آسمان از عرش بزرگتر بوده است، حالا که الله میگه بزرگترین مخلوق من عرشه. برای میگه این اعتقاد نکنین و با این آیت میگه شما اثبات کرده نمیتونین که الله در آسمانه. این است برادر عزیز، من برای شما اندکی از بعضی دلیل ها و حجت های آوردم که همون در آخر همون گفت یا نکته بس است اگر شعور است ورنه چو چراغ پیشی کور است. برای آدمی برادر عزیز میفهمیدگی همینش بس است که آن چیزی را که گوش کرد از همین جاگر درک کرده باشد. بار دیگر میگویم برادرها، خودتون مانده نکنین. هر یک نفری را دلیل حجت نیارین. ما دلیل حجت هامون هست. اللهی که ما او را میپرستیم عبادت میکنیم، الله ما منزه از مکان است، نیاز به مکان ندارد. الله ما هیچگاه شبیه چیزی نیست. الله ما جسم نیست. از این لحاظ دانیم که اعتقاد ما عقیده ما برادر عزیز بر همین است. او تهمتی را که در راست ابو حنیفه کردن که گوید که پرسند که الله در کجاست، بگد من نمیدانم، انشاءالله اگر برای اونم لازم شد من سخن ابو حنیفه چی معنا دارد اونش هم برای شما با معنا میکنم.
الحال در پناه الله مهربان باشید. خداوند ما و شما را حفظ کند و الله مهربان همین راهی را که ما و شما انتخاب کردیم در همین راه ما و شما را ثابت قدم نگه دارد. باز هم از الله دعا کنیم که محبت های ما را، میل های ما را به سوی دینش زیاد گرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.